سلام علیکم. خوش اومدی برادر صبوری، بفرمو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشین و مردم جمهوری تاجیکستان سلام میرسانم از این منبر آزاد و امیدوارم که روز شاید که تو کشور خود جمع باشیم، چه جوان و چه پیر، و یک جایگاهی آزادی، عدالتی و یک جایگاهی که مردم در امان باشد. موضوع برنامه چیه برادر؟ تا بکی ما برادر عزیز خاموش میستیم. امروز رحمانوف داره زندان میکنه، میکشه، مهاجرت میکنه، سوید نمیتیه. مقصد که صدا بلند نمیکنیم. تا بکی ما همیشه در اروپا و در امریکا و در همه جا میگردیم. با تاجیکستان یک نیتی نمیکنیم که بریم یک کار بکنیم. چیزی که تا بکی وقتی که ما از کل مخالفان باید شروع کنیم تا شهروند عادیش درد همدیگر را احساس کنیم، درد همدیگر را بفهمیم، سخن همدیگر را احساس کنیم. مثل سخنی که مشکلات که بالای تو سر تو می آید باید مشکلات اون برای تو همچون یک مشکلات چی نباشد، عادی نباشد. وقتی تا زمانی که پهلوی همدیگر باشیم، احساس برادرانه و احساس دستگیری همدیگر را کنیم، من فکر میکنم در اون حالت رحمان مغلوب می شود. این اولین درجه هست، این اولین است. اما متاسفانه اون چیزهایی که من دارم الان مشاهده میکنم و میبینم، چی براشان میگم؟ چیزی که من براشان میگم، آرزو دارم که یک روز خوبی بیاد برسد، ما پس بشینیم روبروی همدیگر، بعد سوال جواب کنیم و علتهای این مشکلات رو از اونها بپرسیم. چرا این قضیه ها گرفتار می شود جوان هامان؟ چرا مثلا امروز مهاجرت دیگر و غیره؟ زیاد چیزها است اینجا وابسته. خودی نه تنها نگاه که هر نفری که با چهره آشکار میبروید و نفری که دارد پشت پرده صحبت میکند، این فرقیت دارد، این خیلی فرقیت دارد. ارزشش هم دیگره، من اینجا تبلیغ نمیکنم که هر نفر با چهره آشکار براید. مهمترین آنی است که بچه ها دارن صحبت میکنند و نظر خودشون میرسانند. این یکی از یک غالبیتی ماست که یک 5 سال 10 سال پیش این جرأت ما نداشتیم جوان همون. الان شکر برادران، اولین درجه شکرانه پروردگار و دوم درجه مثل شما جوان ها و اون نفرانی که برنامه ریزی میکنند دارن روز شب نمیگن مشکلاتشون، مشکلات گوناگون گرفتار هستن چه هستن، نگاه نکرده به این سخنی حقشون میرسانن. این یک مرتبه خیلی بالایی دارد. اون نفری که پشت پرده حرف میزند، اون نفری که با چهره آشکار حرف میزنه، این فرقیت دارد. نگاه نکرده با مشکلاتی که گرفتار میشود. امیدوارم منظور ما فهمیده. بله. یک دو نفر من زنگ زد، من دیگه متاسفانه با او صحبت داشتم، قخته اهمیت ندادم برادر عزیز. باشد اگر یگان سوالی داشته باشی من در سوالتون پاسخ میتونم. چیزی که من برات میگم، چیزی که من برای حکومت فعلی حکومت جمهوری تاجیکستان میگم، جناب رحمانوف، زمانه عوض شده است، وقت عوض شده است. یا 10 سال پیش ما با شبکه‌های مجازی آشنایی نداشتیم، 15 سال پیش. الان نگاه کن که جوانهای تاجیک نگاه نکرده بر هر چیزی که بالای سرشان میاد حق خودش میگد و از هیچ چیز هراس ندارد. حرف دیلش میگد، همون قدر کاریت کن و استعفا برو. استعفا یگان جای بدی نیست، استعفا یگان سخنی بدی نیست. تو وظیفت به انجام رساندی، مرحمت. دولت و حکومت از پدر و مادر تو میراث و تو ناآمده است. این مال مردم است.
طبق قانون جمهوری تاجیکستان باید هر 5 سال پس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان وقتی که به سین انتخابات میرسد حق و حقوق دارد که انتخابات در اشتراک کند. میتواند رئیس جمهور باشد و دیگر و غیره. اما چرا یک خانواده تو حدود 30 سال از در سر قدرت هست و کشور به یگان موفقیت نرسید؟ نه مزد مهنت مردم بهتر شد، نه حق و حقوق مهاجران را حمایت در خارج از کشور کرده، نه حق و حقوق مردم در داخل حمایت کرده. هر نفری که در داخل اگر جرأت نمیکنه حرف بزند، اگر ما یک حرفی بزنیم باور کن بالای سر ما فشار میاری. تا به کی فشار بس نیست؟ خجالت نمیکشی از این عملهاتون؟ بله درسته. اینو من فکر نمیکنم که امامعلی رحمانوف استعفا بتیه به خواهش خودش و که این میخواد فرزند 100% منم منتظر اون نیستم که منتظر رحمان شم که رحمانوف استعفا میده. بله عمل باید کرد، تلاش باید کرد، مردم فهموندن لازم است. اما زیاد دردهایی هست که رابطه این دردها با خود همون مخالفان رب دارن، میفهمن، صدام بعضی جاها میروند میرسد، حوالشان بر خدا باد، هر چیزی باد و نباد. اما خارج از کشور ما یک سازمان تشکیل ندادیم که خود مخالفان و مخالفان این سخنی من دخل دارد. ما تو خارج از کشور در اتحاد اروپایی که اینقدر آزادی برای ما داده هست، امکانات ها هستش، ما نتوانستیم که با بچه های خودمان حل مسئله حقوقی اونها را برکنار کنیم. زیاد مشکلات هستش که متاسفانه گرفتار میشوند جوان هامون. اما لیکن صد افسوس که من احساس میکنم از دیدگاه من است مخالفان هنوز پخته شدگی هم نیستن، چون که ما سازمان نداریم در خارج کشور که راهنمایی کند. مهم نیست اون اعضای گروه هست اعضای گروه نیست، چون که اون یک چهره آشکار هست، اون یک نفری هست که حرف دلش گفته و ناترسادانه دارد هنوزم ادامه میدهد. اما اینجا یک نمیتونم تحقیر کنم، اما یک برادر لنگی دارد. راست میگوی. من قطعی خودت راضیم که آدمایی که 10 سال پیش اروپا اومدن یا سازمان تشکیل نکردن، مهاجرایی که بعد از ویا اومدن صاحبی کردن نتونستن. برای همین خاطر مردم مخالف پراکنده، هر کس به هر جای مردم اینش باور صحبت نداره. اگر مخالفایی که یکم اومدگی بدن سازمان تشکیل میکردن، این مخالفایی که امروز به مثل من خودت اومدگی اروپا دا صاحبی میکردن، میگفتن که برادر عزیز تو یگان حزب حرکت نکشو، این همجا سازمان های بیا قطعی ما باش، ما مخالف رحمانوفیم، ترا مخالف رحمانوفی، یا سرجه هم بشیم یک کار بکنیم. نه بخی چون ناموندن. الان اگر این کار میکردن برادر عزیز تو احتیاج به درخشان تیوی نبودی. اگر این کارها را میکردن شما احتیاج به درخشان تیوی نبوده. 100% من قطعی خودت راضیم. من هدفم چیه؟ میخوام که مردمی اروپا بودگیه کسی بعدی من میام من صاحبیش بکنم در اروپا، به صاحب نمونه. هدف من انا اینه. من میتونم سخن به همون لیدرها برسانم. بفرمو برادر، فقط همه تحقیر نکه، تمام بگو لباچی اجازت هست. نه من اهل تحقیر نیستم. تحقیر آدمی ضعیف میکند. تحقیر آن نفری میکند که اهل ضعیف است نمیتواند از مشکلات برکنار شود، شروع میکند با تحقیر این چیزا. من دوست ندارم تحقیر را. این بعد سخنرانی مرا ببرو، بعد همون شبکه‌های خودت بذار. من برای اون برادران عزیز میگم در هر کجای باشین جایتون گرم باشد، زندگیتون آباد باشد، خوشی های دنیا را داشته باشین. اون دنیا وابسته از پروردگار است. هر چندی که من آرزو کنم براتون، اون دیگر انتخاب در دست الله است. خوشبختی تان میتد تا اون دنیا یا نمیتد، اینش دیگر در دست الله ذوالجلال است. من براتون گفتنی هستم
جنابان محترم، نفرانی که خودتان لیدر میشمارین و در منبر لیدری هستین، نه همیشه باران میبارد، یک روز خشکی هم میاد. این جوانها چگونه که الان دارن از گریبان جناب رحمان میگیرن حرفشون نمیگن، دانسته باشین که روز میشود برای شما حتما این حرفا میاد میرسد. پس در اون حالت شما دنبالی اثبات کردن بیگناهیتون میشین. انا اون به درد نمیخورد. الان جوانهایی که هستن با چهره‌های آشکار دارن صحبت میکنن و میبراین حرف دلشان میگن، زیاد جوانهای گوناگون داریم در مشکلات هست. ما قدر اینها را ندانستیم، آیا قدر پشت پرده ها را میدانیم؟ اون پشت پرده حرفش گفت، شاید در دهنش پلاتنسه را بس گذشت رفت، اما اون نفری که در چهره آشکار میبراید حرف دلش میگد، دانسته باشین ارزش سخن اون دیگر است. ارزش سخن اون دیگر است. من این چیزی که است که من مثلا دیدم و میبینم تا به هنوز چی دارد رخ داده شده است، دیگر نمیشه تو اون شبکه‌های مختلفی که مربوط به یک گروه های مختلف دارد برای صحبت کنی، اونا نمیفهمن، اینجا را قیچی میکنن و میرون، نمیذارن، هزار یک چی میوارد میکنن. میگد که تاجیک ها یک زنبور مسئله دارن، یک شعر یک زنبور مسئله کوتاه دارن، میگد که دوست آنی است که مثل آینه روبرو گوید، دوست آنی است که مثل آینه روبرو گوید، هزار یک گناه را روبرو گوید، نه اینکه مثل شانه رفته به پشت سر به هزار یک مو به هزار یک زبان گوید. مثل آینه من براتون میگم که ما مشکل داریم مخالفان، ما باید دعوای اصلاح طلبی میکنیم، باید خودمون اصلاح شیم. من همچون دوستتان مثل آینه براتون میگم که امروز ما نقصانی داریم، ضعیفی داریم، اینا را باید اصلاح کنیم، اینا را باید اصلاح کنیم. اگر ما اینا را اصلاح نکنیم، فردا اگر حاکمیت به سر حاکمیت هم بیان، تاجیکستان، من امید ندارم که تاجیکستان به یک روی خوب برود. وقتی خارج از کشور ما با جوانهای خودمون رابطه برقرار نمیکنیم، صحبت نمیکنیم، از احوال اون شخصیت نمیپرسیم، پس چی رسد که فردا به سر قدرت بیم چی کار میکنیم؟ وقتی با این امکانیت های آزادی که برای ما دادن. گفت یک سخن همون معروف که مردم تاجیکستان است. جناب رحمانوف، من برای خود شخصا مراجعت میکنم. من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان با اسم کامران و با تخلص صبوری راد گفتنی هستم. رحمانوف، من پیشتر جنابت میگفتم، الان جنابت نمیگم، رحمان میگم. برات گفتنی هستم، حتما خواهی از سر قدرت تاجیکستان به یک جای میره، مهم نیست به کجا میره، مهم آنی است که مردم حق خودشون میگیرن، مهم آنی است که در تاریخ چگونه یادداشت میشه. این مهمه برام و با کل جامعه تاجیکستان حتما معین میشه بعد رفتن تو چگونه تو را مردم خواهد یادداشت کرد. کاری نکن که در زندگیت یک نفر سیاه با اسم ببرد. باقی خدا نگهدارتان، عمر دراز، تنیسیت، اقبال آبرو، بهبودی زندگی را تمنا دارم. هر نفری که در تلاش هر یگان چیزی که باشد بگذار الله با اون آسانتر بگرداند. اما من متاسفانه امروز یک درد کوچولویی را که به اون جوانها رساندم، امیدوارم که درد حرف مرا میفهمند. اما اگر بی‌طرفی بکنن، خودشون نشان ندین، این چیزا را نگاه نکنن، پس من همه دو دستم میشورم، بعد در اون حالت میگم که من با کیا بودم و چی کار کردیم و چیا را من دیدم. صبرم لبریزم دارد. چگونه که ما رحمان کریتیکوات میکنیم، حرفای گوناگون چی میزنیم، پس ما مخالفان کی هستیم که ما را هیچ کس کریتیکوات نکند؟ ما مگر از آسمان افتادیم که ما را کریتیکوات نکنند؟ اصلاح بودن ما را نخواهم. بله درسته برادر عزیز. ما مخالفان ایگان
اشتباه نداریم، مگر ما سر تا پا اشتباه داریم، باید بگن که اصلاح شد. بله انشالله که گپت خدا صاحب نگه شوی. خدا نگهدارتان. اقبال رو آبروتون بچه. همین سخنها را تشکر. بذار به مراجعت به مخالفان باشد، هر جایی که باشن سربلند باشند، اما دانسته باشین این دنیا ابدی نیست. صبوری زیاد هم ایستاده نمیتواند و دیگران لیدراش هم زیاد ایستاده نمیتوانید. حتما از اینجا در نزد ملت یا در نزد پروردگار جوابگو هستیم. حتما جوابگو هستیم. در نزد ملت هم جوابگو هستیم. در هر سخن هامون جوابگو هستیم. بله. برادر عزیز، برای شما موفقیتی، سربلندی، آرزوی تمام خوشبختی را تمنا دارم. تشکر زیاد که اشتراک کرده برادر عزیز. انشالله که پدر تموم شد. باشه گم نیست. خدا نگهبان. خب اینجا برادران گرامی قدر چی گفتنیم، واقعا هم اشان صبوری خوب درست قاید کرد که ما متحد نیستیم. مخالفین در اروپا به صاحبن. من تصدیق میکنم. کسی اومد به خودش یک گروه کرد و ایش اومد به خودش یک گروه کرد. هدف یکی نه که برنامه های هر کس هر خیل. من زید نیستم که این چیز نباشه، باشه، نه که مردمی که اومدن اروپا واقعا مشکلی زیاد دارن. یک نفر نیست که یوریدیکی اونو را کمک بکنه. بگه که برادر عزیز کدام شهر اروپا اومدی باید همونجا بمونی تا قبول شدن تا. غیر این صورت کدام دولت میره برای تو مشکلی پیدا میشه. این چیزا رو ما را یگان کس من هم لیش را نگفتیم. منم گیله دارم اما آدمایی که پیش ایمن اروپا اومدگیان. به همین خاطر من ای سپس دعوت میکنم که مردمی که کسانی که اروپا میه ای سپس به امید یگان نفر نشه. اول آخرش خدا من کمکتان میکنم، کمک حقوقی هم میکنم تون. میگم که چی کارها را باید بکنی چی کارها را باید نکنی که دپورت نشه اروپا. کدمت به اروپا اومدنی شده این رقمات تلفن مرحمت انشاءالله که کمک میکنیم. چیزی که دستمون بیاید میکنیم.